صحنه این بناهای بلندآشانه که در یکی از محله‌های مرکزی ناحیه شامنسوری دوشنبه واقع است، دیگر مثل روزهای پیشین پر از کودک نیست، زیرا ساکنان این بناها از ترس کودکانشان را نمیگذارند به بیرون روند، از بیم آنکه فرزندشان مثل صباحت 5 ساله گم نشود. صباحت دلاور روز 8 اوگوست بعد کمی بازی از صحنه این بناهایی که پاسبان هم دارد رفت و تا حال بی‌درک است. بعد از ناپدید شدن صباحت، تعداد کودکان خردسال و خصوص دختران در میدان بازی صحنه بنا کم شده است، زیرا والدانشان به آنها تاکید کردند که از خانه تنها بیرون نروند. کتابات برو ویچه خودتو نکرد، چه گپیش کار گوش نکرد، میگه کی وای نکرد، ای دروازه بیرون نبرو، با کسی چیزی میتیم تا نگیم را هم پیش نره، بیشتر بیرون نره میکن. بعضی از کودکان اینجا میدانند که صباحت ناپدید شده است، ولی بعضی دیگر بیخبرند و مثل روزهای پیش همچنان از اتاقهای تنگ بتونی میگریزند و روزهای خود را با شور و هیاهو در صحنه بنا میگذرانند. از این محله نه تنها صباحت بلکه سبینه و ملکه ارالوهای 5 ساله هم ماه مارس سال 2013 گم شدند و تا حال از آنها نشانه پیدا نکردند و مادران جگرخونشان منتظر هر نوع خبری درباره این طفلان هستند تا دلشان آرام بگیرد. صباحت و سبینه و ملکه هر سه از همین درآمدگاه بیرون آمدند و تا حال برنگشتند. صباحت در طبقه 8 بنا و سبینه و ملکه ارالوها در طبقه اول زندگی می‌کردند. عبدالکریم پاسبان صحنه بنا و محله صباحت 5 ساله و زیبا را روزی گم شدنش دیده است، ولی بیرون از میدانچه بازی و نزدیک به جایی که مثل صحنه بنا کم آدم نیست. ما تیچنی 20-25 minut جا در اینجا بود، دیگه اهمیتش ندادیم که جا رفت نرفت رو سابقی معنیش ندادیم. آسیا و یا صباحت 5 ساله ممکن است روز جمعه 8 اوگوست سپس به همین کوچه آمده است که روزانه هزاران نفر از آنجا می‌گذرند و به ناحیه‌های دیگر به مثل وحدت و فیض آباد می‌روند. در این کوچه به قول مردم تاجیک روزهای جمعه و شنبه آدم کلان هم گم می‌شود.